شاید تا حالا با خودت فکر کردی چرا با اینکه تلاش میکنی انگار یه چیزی هی جلوی پیشرفتت رو میگیره؟ واقعیت اینه که بعضی از عادتهای ما مثل دزدای خاموش عمل میکنن. آروم آروم انرژیمون رو میگیرن، اعتماد به نفسمون رو میکشن و ما رو از رشد واقعی عقب میندازن. تو این ویدیو با 5 تا از همین عادتهای مخرب آشنا میشیم و مهمتر از اون راه حلشون رو یاد میگیریم. عادت اول، اهمال کاری. عادت داری کارا رو بندازی برای بعد، میگی بعدن انجامش میدم، ولی اون بعدن خیلی وقتا هیچ وقت نمیاد. هر چی بیشتر عقب بندازی، همونقدر استرس و حس گناه بیشتر میشه. راه حل فقط 5 دقیقه شروع کن. قول نمیدم عاشق کار شی، ولی قول میدم مغزت با شروع کردن کم کم وارد جریان میشه. عادت دوم، اسکرول بی هدف. وقتی بدون هدف ساعتها بین ویدیوها و پست‌ها میچرخی، شاید حس کنی در حال استراحتی، ولی در واقع داری انرژی، تمرکز و حتی وقت خوابت رو میسوزونی. به جاش یه قانون ساده برای خودت بذار. فقط 2 بار در روز، اونم با تایمر 10 دقیقه‌ای سوشال چک کن. اینطوری کنترل دست توه، نه گوشی. برای وقت و زمان خودت ارزش قائل شو. عادت سوم، مقایسه با دیگران. اونا زندگیشو خیلی بهتره، چرا من اینقدر عقبم؟ صبر کن، داری پشت صحنه زندگی خودت رو با ویترین فیلتر شده دیگران مقایسه میکنی. یادت باشه هیچ کس کامل نیست. تمرکزت رو بذار روی مسیر خودت و سعی کن هر روز فقط 1% بهتر بشی. عادت چهارم، نه نگفتن. اگه به هر خواسته ای بله میگی، داری به خودت نمیگی. نگفتن بی احترامی نیست، یعنی احترام به زمان، انرژی و اولویت‌ها. یاد بگیر با لحن محترمانه ولی قاطع بگی الان برام مقدور نیست، یا فعلا تمرکز روی کارهای خودمه، به همین سادگی. عادت پنجم، بی‌توجهی به خودت. وقتی خواب رو قربانی میکنی، غذای سالم نمیخوری یا با خودت مهربون نیستی، در واقع داری آینده‌ات رو گروگان میگیری. مواظب خودت بودن یه کار لوکس نیست، یه ضروریته. حتی 10 دقیقه پیاده روی، مدیتیشن یا یه لیوان آب میتونه ذهنت رو شارژ کنه. این 5 تا عادت ممکنه کوچیک به نظر برسن، ولی وقتی هر روز تکرار بشن، تأثیر بزرگی روی کیفیت زندگیت میذارن. حالا وقتشه یکیشون رو انتخاب کنی و همین امروز شروع کنی به تغییر. اگه از این ویدیو چیزی یاد گرفتی حتما لایک کن و برام کامنت بذار که کدوم عادت رو میخوای تغییر بدی. و یادت نره کانال رو سابسکرایب کنی، چون قراره هر هفته با یه محتوای جدید برگردم. منتظرت هستم.